سلام، سحر برزگر هستم، مدرس قلاب بافی. آموزش زنجیره به این صورت هستش که ما میایم با توجه به توضیحات ویدیوی قبل خب تمام اینها رو یاد گرفتیم. حالا چی کار میکنیم؟ این کانوای ماست و این قلاب ماست. قلاب رو یک پیچش به این صورت دور کانوامون میدیم. به این صورت. یک بار دیگه انجام میدم. یک پیچش به این صورت انجام میدیم و سعی میکنیم مقداری کانوا رو از این حلقه عبور بدیم. اولین زنجیره ما بافته شد. میبینید یک شکل هفتی شکل داره. اگه این گره رو در نظر نگیریم یک شکل هفتی شکل. حالا یه زنجیره دیگه میزنم. نخ رو توی دستم میگیرم، یک کشش متناسب به واسطه این انگشتم به وجود میارم، با بقیه انگشتام اینجا تکیه گاه به وجود میارم. بهتون گفتم که این روش خیلی قابل اجرا نیست، ولی گاهی اوقات که ما داریم کانوامون رو میگیریم یه خورده دستمون ممکنه بره عقب، برای اینکه نخوایم دوباره دستمون رو باز کنیم و کانوا رو بگیریم یک دونه فقط پیچ میندازیم این قسمت تا کارمون راحت بشه. به این صورت. خب دوباره یه مقدار کانوا به واسطه قلاب میگیریم و از این حلقه خارجش میکنیم. دوباره انجام میدم. مقداری کانوا رو از این حلقه خارج میکنم. میبینید زنجیره هامونو، زنجیره های خوشگلی که زدیم یک شکل هفتی شکلی به ما میده که یک زنجیره حساب میشه. یک زنجیره، دو زنجیره و سه زنجیره. یک شکل هفتی شکلی یا گیس بافتی دارن اینها. یک بار دیگه من انجام میدم. مقداری کانوا میگیرم و از حلقه خارج میکنم. کانوا از حلقه خارج میکنم. کانوا میگیرم از حلقه خارج میکنم. یک نکته خیلی مهمی که توی زدن زنجیره باید در نظر بگیریم اینه که سایز زنجیره ها متناسب با یکدیگه باشه. چطوری میشه که یک زنجیره از یک زنجیره دیگه کوچیکتر یا بزرگتر باشه؟ به این صورت که اول که بستگی به قطر حالا سایز قلاب یا کانوامون داره که حالا زنجیره های بزرگتر یا زنجیره های کوچیکتری رو داشته باشیم. ولی یک نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که اگر ما دستمون رو اینطوری بالا بکشیم و یک حلقه بزرگ داشته باشیم، نتیجه اون یک زنجیره به این سایزه که اصلا متناسب با بقیه زنجیرها نیست. اگر از اول ما یه همچین زنجیره ای رو بخوایم، از اول باید دقیقاً دستمون رو به همین اندازه بالا بکشیم و زنجیره های به همین سایز رو بزنیم، ولی معمولاً مورد استفاده توی بافت قرار نمیگیره و بهتره که ما سایز متناسب با کانوا و قلابمون زنجیره بزنیم. حالا خلاف این مورد هم وجود داره، این که ما دستمون رو خیلی بکشیم و این حلقه رو خیلی تنگ بگیریم. یا کانوا از این حلقه عبور نمیکنه یا اگه عبور کنه سایزش از بقیه زنجیره ها کوچیک‌تر میشه که باز ما هم این زنجیره ها مورد استفادهمون نیست. زنجیره های متناسب و خوب هستن که سایزشون یکسان باشه. پس این کششی که من بهتون میگم خیلی مهمه و این سایز این قسمت خیلی مهمه که شما در نظر بگیرید برای اینکه بتونید زنجیره های زیبا و خوبی رو به دست بیارید در آخر کار. و یک نکته دیگه هم که اینجا هست اینه که وقتی شما میخواید زنجیره بزنید، ببینید من الان یه تعداد زنجیره میزنم. نکته ای که هست اینه که همزمان که من زنجیره هام دارن بلند میشن، دستم که به صورت تکیه گاه بوده همزمان به سمت بالا حرکت میکنه. من دستم رو این قسمت نمیگیرم و ادامه زنجیره بدم، چون که اصلا امکان پذیر نیست. پس از این دستم به عنوان تکیه گاه استفاده میکنم تا بقیه کار رو به نحو احسن بتونم انجام بدم. یک بار دیگه من زنجیره رو آروم بهتون نشون میدم.
دستم رو که تکیه گاه گرفتم اینجا، یک کشش متناسب که اینجا قرار گرفته، نخ رو که به این صورت گرفتم. حالا چرا به این صورت میگیریم؟ چون که اضافه شدن نخ از سمت کانوا خیلی راحت تر صورت میگیره. یعنی اصلا شما نیاز نیست دستتون رو خیلی باز و بسته کنید، به تدریج که کانوا برمیدارید مقداری کانوا هم از اینجا عبور میکنه. خب مقداری کانوا رو میگیرم به واسطه قلابم اینجاست، ببینید از این زاویه میگیرم و از این حلقه عبورش میدم. خیلی ساده است و با 2 بار 3 بار تمرین کردن میتونید یادش بگیرید و یکی از پایه‌ای ترین و اساسی ترین بافت ها در قلاب بافی زدن زنجیره هستش. مقداری کانوا میگیرم و از این حلقه عبور میدم. اینم از زنجیره های زیبامون.